قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با یک دیگر از سلسله برنامه های جایگاه سنت در اسلام خدمت شما عزیزان قرار داریم. مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز در استودیو حضور دارند که در قدم نخست سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب دکتر تقدیم نموده و ایشان را خیر مقدم میگویم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می دارم و الله تبارک و تعالی را سپاسگزاریم که بار دیگر به ما منت فرمود و با لطف و کرم خویش فرصت عنایت فرمود تا در خدمت شما دوستان و بزرگان در یکی دیگری از برنامه‌های جایگاه سنت در دفاع از صحیح بخاری رحمه الله، صحیح ترین کتاب در حفظ و ثبت سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ورزیده ترین و گزیده ترین کتاب مسلمان ها بعد از قرآن کریم، کتاب الله عز و جل، در خدمت شما دوستان و عزیزان بوده باشیم در نقد شبهات از یا برخی شبهات از شبهات مجوسیان که به جامعه اسلام خود را زدند. تشکر، جزاکم الله خیرا جناب دکتر. بله، بیننده های عزیز، همان گونه که جناب دکتر اشاره کردن و گفتن که صحیح بخاری در ثبت و نوشتن احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم نزد مسلمانان شناخته شده است. پس وقتی که او صحیح ترین کتاب نزد مسلمان ها باشه، بعید نیست که دشمنان اسلام در قدم نخست همان کتاب را هدف قرار میدهند و مورد هدف دشمنان اسلام همان کتاب قرار میگیرد، چون دشمنان اسلام خوب درک میکنن و میدانند که وقتی که صحیح بخاری را ما مورد نقد قرار دادیم و جایگاه بخاری را در میان مسلمانان کاستیم و پایین آوردیم، کتاب های بعدی به طریق اولا مورد هدف قرار میگیرن و تاپ مقاومت در مقابل تیرهای دشمنان را نمی داشته باشند. به همین سبب دشمنان اسلام همیشه سعی میکنند که بیشترین شبهات مطرح شده آنها در اطراف کتاب صحیح بخاری و بعد از او در اطراف کتاب صحیح مسلم می باشه. البته در هفته گذشته روی بعضی شبهات مطرح شده از طرف دشمنان اسلام بالای صحیح ترین کتاب حدیث نزد مسلمانان پاسخ داده شد. البته این هفته نیز با بخش شبهات دیگر می پردازیم و آنها را پاسخ خواهیم گفت. جناب دکتر، از جمله شبهاتی که بالای صحیح بخاری یا بالای خود امام بخاری رحمه الله وارد شده، تضاد در یک قصه است که در بعضی کتاب‌های تاریخی آمده. او قصه را البته امام ذهبی رحمه الله، ابن کثیر رحمه الله و همچنین صفدی و غیره مورخین اسلام در کتاب‌هایشان آوردند که امام بخاری رحمه الله در طفولیتش نابینا شد و چشم او را خداوند ازش گرفت. اما مادر امام بخاری رحمه الله، مادر محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله، مستجاب الدعا بوده، یعنی ولیه بودن از جمله اولیاء الله که پیش خداوند گریان میکنه و دعا میکنه تا اینکه خداوند بینایی فرزندش را برگرداند.
مادر امام بخاری رحمه الله در یک از شبها خواب میبینه که حضرت ابراهیم علیه السلام میاد برش میگه که ای مادر محمد، خداوند به سبب گریانها و دعاهای تو چشمان و بینایی فرزندت محمد ابن اسماعیل را برگردانیده است. وقتی که صبح میشوه واقعا مادر امام بخاری رحمه الله میره و میبینه که چشمان فرزندش واقعا باز شده است. این قصه را البته تعدادی از مورخینی که ذکر کردم در کتابهایشان آورده. در جانب دیگر همین قضیه نابینا شدن امام بخاری رحمه الله در طفولیتش را غنجار یکی از مورخین بخارایی که کتابی در مورد تاریخ بخارا داره نقل میکنن که با سندی که از امام بخاری رحمه الله نقل میکنه، امام بخاری در او قصه میگوید که من وقتی که به خراسان آمدم خداوند بینایی مرا گرفت. یک کسی برای من تعلیم داد که موی سرت را بتراش و سرت را با یکی از علف ها فکر میکنم بپوشان، خداوند بینایی تو را بر میگردانه. امام بخاری رحمه الله میگوید که بعد از تراشیدن سرش خداوند چشمان او را برگردانید. پس اینجا تناقض در این دو قصه است. البته این قصه را هم همین مورخین از غنجار نقل میکنن، امام ذهبی رحمه الله، ابن کثیر رحمه الله و صفدی هم در کتابش این قصه را نقل میکنه. یک واقعه و دو داستان متضاد. یک طرف میگویند که با دعای مادر امام بخاری رحمه الله چشمان او برگردانده شد و از طرف دیگر امام بخاری رحمه الله خودش میگوید که با تراشیدن موی سرش خداوند بینایی و چشمان او را برگردانید. جواب شما بر این قصه متضاد چی هست؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الى یوم الدین و بعد. بینندگان عزیز و گرامی که در این برنامه ما را همراهی میکنید، در برنامه های قبل شاید دقیق شده باشد که هر برنامه یا یک فهمی غلط با خود داره و یا یک تلبیس با خود داره و گاهی هر دو با هم یک جا می شوند. یعنی تلبیس هم معنیش شاید که بعضی بینندگان عزیز ندارند، یعنی کار به شیوه عملکرد ابلیس که زمانی که نزد آدم علیه السلام رفت و نزد آدم و حوا علیهم السلام برشان قسم یاد کرد که و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم یاد کرد که من خیر اندیش و خیرخواه شما هستم، در خیر شما من تلاش میکنم، هیچ مشکلی دیگر نداره، از این درخت شما باز داشته شده، درخت ممنوع قرار داده شده تا اینکه شما ملائکه نشوه، با خوردن این درخت شخص نفر ملائکه میشوه و همیشه در بهشت باقی نمانه. شما این درخت که خورده با قسم ها و با نیرنگ های قسم های زیاده. آدم علیه السلام هم فکر کرد که شاید دیگه ذات الله تبارک و تعالی ذاتی است که هر بدبختی دیگر یک شخص داشته باشد به نام الله تبارک و تعالی و قسم یاد کرده دروغ بگویه خیلی مشکل است. شاید که این راست باور کرد. به همون گونه آخونده ها وقتی که تبارز میکنن این شیوه را با خود میگیرن و چوچه هایشان هم همون گفته ها را تکرار میکنن گویا توتیگونه. اینجا هم اگر بیننده عزیز شما یک بار هر یکی از دو روایت را با بخوانه عربی از اون که بینندگان عزیز متوجه شوند. بله. از خود شبهه از اونها. بله. در قصه اولی که صفدی و غیره مورخین اسلام نقل میکنن وقال احمد بن الفضل البلخي ذهبت عينا محمد في صغره فرأت أمه إبراهيم عليه السلام في المنام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة بكائك أو دعائك فأصبح وقد رد الله. این قصه اول است. بله. یعنی قصه اول میگه که در زمانی که امام بخاری رحمه الله در طفولیت خود بود، نابینا شده بود و مادرش دعا کرد در بدل دعا
بعد از او دعای از او قبول شد و خداوند چشمان او را برگرداند. الله تبارک و تعالی چشمان او را، بینایی از او را برگرداند. این هست متوجه به این نکته بوده باشید که فی صغره، بله، در کوچکی و خردسالی او بود که ما باز بررسی میکنیم بعد از او که امام بخاری رحمه الله چی وقت از مادر خود جدا شد. قصه دوم بخوانم؟ بله، قصه دوم بخوانم. وعن جبريل بن ميكائيل سمعت البخاري يقول لما بلغت خراسان أصبت ببصري فعلمني رجل أن أحلق رأسي وأغلفه بالخطمي ففعلت فرد الله علي بصري. خب اینجا میگه که لما بلغت خراسانه. بله، با این نکته متوجه بوده باشه. لما بلغت خراسانه، وقتی که به خراسان رسیدم. بله، نابینایی به ما پیش آمد و مشکل عاید حال ما شد و از کسی پرسیدم، به ما این دوا را به صفت دوایی توصیف کرد. بله. و همچنان در یکی از روایت دیگر هم میاد که یکی از علما بیان میکنه زمانی بود که ما محمد ابن اسماعیل بخاری را دیدیم، در اونجا ذکر نشده. بله. چشمایش درد میکرد و نوشتن نمیتونست و چیزی هم یاد کردن نمیتونست. پس الله تبارک و تعالی از او چیزی ساخت که همگی در حیرت هستن. یعنی اشاره میکنه در این به که داد الله تبارک و تعالی چیزی است بالاتر از تصور انسان و چیزی که قابل مقایسه و مقارنه نیست. الله تبارک و تعالی با کسی را که مورد فضل خود قرار بده، یک مرحله یک چیز می باشد، در مرحله دیگری چیز دیگر. به هر حال اون هم یک حکایت است. بله. ما اولا اینجا کجفهمی و کم عقلی آخوندی را بیان میکنیم، بعد از او بررسی سندی این روایات برمیگردیم، چون موضوعی که روایت ثابت هست یا نیست مسئله جداگانه هست. بله. مسئله که متن قصه چی میگه؟ بله، این کسی که انتقاد ساخته، اشکال ساخته و فکر کرده که یعنی میتوانه که از این طریق با بی اساس بودن احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دسترسی پیدا کنه. بله. او را بیان میکنیم که اصلا این بیچاره عقل خود یا با خود نه آورده وقتی که این چیزها را نوشته. بله. یا اینکه از ریشه نداشته. میگوش ما نمیدانیم. بله. گاهی میشه داشته باشه اما در اینجا با خود نگرفته باشه، یا میشه که از ریشه نداشته باشه. دیگر اونش از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که برایشان عقل نصیب کنه و وقتی که عقل نصیب کرد به قرآن و سنت رجوع میکنن، به قرآن و سنت میپذیرن. بدون شک. در اینجا در یک روایت میگه که ذهبت عینا محمد ابن اسماعیل فی صغره، در کوچکی از او، در طفولت از او وقتی که همراه مادرش بود. بله. در او چشمهایش نابینا شد و مادرش دعا کرد و در خواب ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام آمد. اصلا اینجا ما یک تلبیسی دیگری که میخواه بکنه با او بعدا اشاره میکنم، مرا متوجه بسازن. بله. از نام ابراهیم علیه السلام. بله. و با مادر امام بخاری رحمه الله گفت که الله تبارک و تعالی چشمان با واسطه دعای تو و گریه و زاری بیشمار تو چشمان پسرت را بینایشان را برگردانده. بله. خب این جریان است میگه در حالتی خردسالی و کوچکی. بله. بعد از او در تاریخ امام بخاری رحمه الله مشهور عام هست و روایات متعدده در کتاب‌های متعدده. امام بخاری رحمه الله میگه که زمانی که 16 ساله شدم همراه مادر و برادر بزرگش به حج خانه کعبه رفتن. بدون شک. به حج بیت الله. خانه. اینجا از مرحله کوچکی به مرحله جوانی رسیدن. بله. اینجا بیرون شدن از بخارا. بله. پس در میان این دو حادثه به اعتبار الفاظ تفاوتی چندین سالی وجود داره.
با آنکه برمیگردیم بر روایت دوم که بیانگر است که در این سفر که با مادرشان بودن، در این سفر او جریان طبق او روایت یا بر مبنای او روایت در این سفر او حادثه دوم واقع نشده، بلکه بیانگر است که میگه که لما بلغت بخارا خراسان وقتی که به خراسان رسیدم. می‌ماند که امام بخاری رحمه الله، بیانگر امام بخاری رحمه الله، بعد از اینکه مرحله درسی خود تا حدی بالای سپری کردن، مرحله درسی خود به تحصیلات خود، چیزهای خود، بعد از اینکه در سفری که همراه مادرشان رفته بودن مکه مکرمه اونها ماندن و مادرشان همراه برادرشان برگشت. اینجا امام بخاری تنها هست، تا با اونجا همراه مادر و برادرش هست. پس تا اونجا میشد وقتی که رسیدیم اینجا تنها شده، هر جایی که میره خودش هست، با بعضی هایی که در راه همراه او یک جای میشن. در برگشت خود وقتی که به بخارا رسید، در روایت دوم این بیان میکنه که به خراسان رسید، این مشکل به او پیش آمد و از کسی پرسید و او برایش این علاج را توصیف کرد. حالا به صرف نظر از بحث میکنیم به صرف نظر از صحت سندی و عدمی از اونها، چون در اخبار عموما علما در اخبار و حکایات و داستان ها تا که به یک مسئله دقیق دینی تعلق نداشته باشه زیاد در حساب سندی از او تشدد نمیکنن. به او اساس بسیار محدثین اینها را آوردن و نقل کردن. پس یک جریانی که یعنی امام بخاری رحمه الله اگر 10 سال در 4 سالگی خود، 5 سالگی، 6 7 8 9 10 زمانی که تا به 11 و 12 و اونجاها در بخارا یک بار چشمشان نابینا شده باشه. باری دیگر آمد بعد از 20 چند سالگیشان، 18 سالگیشان در مدینه منوره قضایای صحابه و تابعین چیز کرد، کتاب قضایای صحابه و تابعین تألیف کردن. در چند سالگی؟ 18 سالگیشان در مدینه منوره. بعد از او باز به عراق سفر داشتن، به شام سفر داشتن، بعد از او به جهات دیگر سفر داشتن، بالاخره برگشتن به خراسان. یعنی در 20 چند سالگی خود به خراسان برگشتن. در فاصله 10 سال دیگر اگر حادثه دیگر صورت بگیره تضاد به شمار میره؟ نخیر. پس کسی که این تضاد حساب میکنه عقلش تضاد داره، مشکل دماغی داره، باید که به دکتری اعصاب مراجعه کنه، دکتر روانی و چیزها مراجعه بکنه تا اینکه علاجی درست خود به دست بیاره. اگر منتها از مشکل مغزی به یه چیز گرفتار شده باشه، اما اگر از حساب مشکل مغزی نبوده باشه باز علاجی نداره. شخصی که از موضوع مشکل مغزی هم نبوده باشه و دیگر الله تبارک دعاگویم الله تبارک تعالی شفا نصیب کنه و در پرور شفا توفیق و هدایت نصیب کنه به اسلام برگردانه. این مسئله بود، یعنی ان شاء الله واضح از موضوع تضاد، یعنی میگیم که دو قصه مختلف هست. یکی در طفولیت امام بخاری رخ داده که در بخارا پیش مادرش بوده، یکی دیگه بعد از اینکه از مادرش در مکه جدا میشه و مادر و برادرش پس برمیگرده به بخارا و این چندین سال برای رحلت علم سفر میکنه و سپس به خراسان میرسه و چشمش مشکل پیدا میکنه. میگه لما بلغتو خراسان نمیگه من وقتی که هم با خراسان همراه والده خود به خراسان رسیدم. حتی در سفری که با والدهشان بوده باشه او جریان خردسالیش نیست، جریان جوانیش است. بالکل. اگر در سفری آمد بوده باشه هم قصه دوم میشه. قصه دوم میشه و در سفر اول هم. این بنابر ظاهر این دو روایت، یعنی چیزی که او بنابر عقل قاصر خود یا عقل ریخته و شکسته خود یا نبوده خود اینها را چیز متضاد شمرده و در تلاش کرده که بگه که یعنی امام بخاری رحمه الله از ابتدای طفلی خود
انسان متضاد بوده که کور میشه و یک بار به یک چیز تداوی میشه، بار دیگر به دیگر چیز. خب به هر حال این یک مسئله بود که گفتم به حساب الفاظ دو قصه با هم هیچ نوع مجالی نداره که یک شخص عقلمند مغزدار، کسی که کمی عقل داشته باشه در از این هر دو اینا را یکی فکر کنه، هر دو از اینا را یکی و متضاد با هم فکر کنه. خب با اون که ما میتونیم که در اصل اگر یک داستان بوده باشن هم، اگر فرضاً خب واضح است که الفاظ اینها دو داستان جداگانه حکایت میکنن. اگر یک داستان بوده باشد فرضی مثال، هم مجال تضاد در این نیست. هم دوا استعمال میکنه، هم مادرش دعا کرده. به اثر دعای مادر، به اثر دارو و دوا تأثیر گذار میشه و الله تبارک و تعالی شفا نصیب میکنه. لیکن اینجا میگه که در خراسان رسیدم. بله خود ما فرض کردیم که یعنی این نبوده باشه، این لفظی که با خراسان نبوده باشه و این الفاظی که تباین این دو را بیان بکنه، تباین که بیش از دهه در میان از اینها تفاوت وجود داره، این لفظ بیانگر نبوده باشه، باز هم مجال برای تضاد نیست مگر بر عقلی آخوندی. بله، چون ما در جریان زندگیمان هم دوا استعمال میکنیم، هم دعا میکنیم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هم دوا استعمال میکرد، هم دعا میکرد و همگی هم دوا استفاده میکنه، هم دعا مؤثر میباشد تا به اینکه الله تبارک و تعالی دوا را مؤثر بگردانه و مفید ثابت بکنه. بسیاری ها هستن با مصارف گزافه دوا استفاده میکنن، بلکه اعلی ترین روش های طبابت عصری و پیشرفته را استفاده میکنن، باز هم جور نمیشن، تأثیر در اونها نمیگذاره. پس در اینجا گفتیم اگر این الفاظی که واضح میسازه که دو داستان جداگانه هستن، این هم نبوده باشد، جز در عقل آخونده دیگر تضاد نیست. خب چیز دیگه شما گفتن که در قصه نام ابراهیم علیه السلام از ذکر میکنن، هدف از چی است؟ چون عنوان در اونجا که پیشتر خوانده بودن، بله، که عنوان گذاشتن که دعای مادر امام بخاری رحمه الله و کرامت مستجاب الدعوا بودن مادر امام بخاری و عنایت حضرت ابراهیم. اینجا میخواه که مرتبط بسازه به این که مسلمان ها اهل اسلام از انبیا و رسول حاجت میخواهند و در اینجا حاجت روایی از جانب کی شده؟ ابراهیم علیه به تصور آخوندی تصور مجوسی. بله، چون در مجوسی ها چیزی از خاص از الله تبارک و تعالی نیست، چون بلندترین معبودی که نزدشان هست آفتاب هست. آفتاب پرست بودن، آتش پرست و چیزها، اما چیزها سرایت کرده دیگه. بعد از او خسرو پرست و بالاخره دیگه حتی تأثیراتش در دینی تعدیل شده هم مانده که امام 12 یکی از القابشان چی است؟ خسروی آل محمد یا خسروی عرب. خسروی از القاب پادشاهان ساسانی آتش پرست بود، درست، مجوسی. خب به هر حال اینجا حتی در داستان چیزی مربوط به اینکه ابراهیم علیه السلام عنایت کرده باشه نیست. در اینجا است که مادر امام بخاری رحمه الله دعا کردن. در خوابشان ابراهیم علیه السلام آمد برایشان این چیزی را گفت. مثلا من دعا میکنم یا که هم عادی میباشه، هر یکی از افراد هستی را در زندگیشان میبینه، خواب میبینه، در خوابش پدرش برش خبر میکنه، یک نفر دیگر میآید، یک انسان بزرگ میآید، یک انسان بد میآید، مختلف چیز یک جریان برش خبر میده و صبح میخواد که همون شکل شده. الله تبارک و تعالی
یعنی با روحانیت و روانیتی که در با روحیتی که زنده هست و جسمیتی خوابیده، بله. همون شخص را، همون تصویر را یا روحانیت دیگری را روان میکنه، با او چیز اطلاع میده. پس در این هیچ نوع مجال به حاجت خواهی از او و حاجت برآوردن از جانب از او نیست مگر در عقل مشرکین. بله. پس در اینجا آمد خبر داد که الله تبارک و تعالی قد رد الله علی ابنک بصره. بله. الله تبارک و تعالی بر پسر تو بینایش را برگردانده و پس برگردانده. پس در اینجا هیچ چیزی از حاجت برآوردن ابراهیم علیه السلام برای بخاری رحمه الله یا مادری از او چیزی نیست که در اینجا در تضاد با عقیده اسلامی داشته باشه. و ما برمیگردیم به آیاتی که ابراهیم علیه السلام تقریبا در انبیاء علیهم السلام در مجموع قسمی که در قرآن کریم حکایت شده صریح ترین آیات در بیان جزئیات توحید و نقد جزئیات شرک از ابراهیم علیه السلام نقل شده. عبارت ابراهیم علیه السلام است که میگه اذا مرضت فهو یشفین. وقتی که بیمار شد الله تبارک و تعالی با من شفا میده، دیگه کس شفا نمیده. تا به آخر چیزها که حکایت کاملی از اونها را بخوانیم تا به اینکه یعنی آخوند متوجه چیز بوده باشه که ابراهیم علیه السلام خودشان با قضیه حاجت برآوردن بنده ها یا که مخلوقات برای دیگر مخلوقات با هم طبق نص قرآنی مبارزه کردن برای که ای را با الفاظ صریح نقد کردن. که میگوی که اونها از حجاب پدرها و باباهایشان که چیز میکنه در ضمن عباداتی که آنها انجام میدادن حکایت میکنه که واتل علیهم نبأ ابراهیم اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون، سوره شعراء. برای از آنها جریان ابراهیم علیه السلام را حکایت کن که برای پدر و قوم خود گفت چی را عبادت میکند. حالا این نکته را متوجه بوده باشین بینندگان عزیز که ابراهیم علیه السلام چی میپرسه؟ ما تعبدون، چی چیزی را عبادت میکند. در بعد ابراهیم علیه السلام عبادت های خدا بیان میکنه که چی چیزها از عبادت هستند که برای غیر الله انجامشان، برای غیر الله صرف کردنشان چیز است؟ شرک است، حرام و نادرست و شرک است. قالوا نعبد اصناما، گفت که ما بت‌های را عبادت میکنیم. فنظل لها عاکفین، ما بالای از آنها مجاور مینشینیم. بالای از آنها مجاور مینشینیم. پس عبادت، خاصترین عبادتی که اونها داشتن در بت پرستیشان چی داشتن؟ اعتکاف، مجاور نشستن بالای قبرها، بت‌ها و چیزهایشان که بت‌هایی که برای قوم نوح علیه السلام بود. در سوره نوح علیه السلام بیان میکنه و ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگه که 5 بزرگی از بزرگانی قوم بودن زمان شیس علیه السلام و اونها بودن که پیش از نوح علیه السلام، و این آیسته ایسته اونها محترم از غلو در افراد در احترام مورد عبادت قرار گرفتن. خب پس اینجا یک عبادتی که اونها میکنند انجام میدادن، اون چیز که قبر پرست های چی امامزاده پرست بوده باشه، چی پیر پرست بوده باشه، چی مزار و سنگ و چوب پرست بوده باشه، همگیشان انجام میدهند. چی از بزرگترین مجاور نشستن بر قبرها و مزاراتی که موردی برای معبود شد. بله، بر معبود هاش. خب اینجا ابراهیم علیه السلام بالاش انتقال قال هل یسمعونکم اذ تدعون، آیا از شما میشنون وقتی که دعا میکنید؟ اذ تعبدون نمیگه ابراهیم علیه السلام، به خاطر که این مغز خرابا دار از عبادت جدا میکنن. پس آن بله، ابراهیم علیه السلام میگه هل یسمعونکم اذ تدعون،
وقتی که دعا میکنید آیا میشنون از شما؟ حاجت شما را میشنون؟ در جای دیگره الله تبارک و تعالی میفرماید که ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا. کسانی که از اونها دعا میکنید بنده های هستند مثل شما، بخواهی از اونها از شما استجابت بکنند. در جای دیگه میگه این تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر از اونها دعا بکنید حاجت بخواهید، تعبدون نگفته که مغزی خرابی آخون کمی باز باشه، بله. تدعون از اونها دعا بکنید حاجت بخواهید. لا يسمعوا دعاءكم، دعای شما را نمیشنوند، حاجت خواهی شما را اونها نمیشنوند. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر فرزن بشنوند، چون الله تبارک و تعالی گاهی مطالب را میشنوانه وقتی که بخواه. انک لا تسمع الموتى، تو با نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب الله تبارک و تعالی میفرماید که در خطاب با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که انک لا تسمع الموتى، تو مرده ها را شنوانده نمیتوانی، ولكن الله يسمع من في القبور، يسمع من يشاء. کسی را که بخواه، هر کسی را که بخواه میشنوانه، زمانی که خواست میشنوانه. لیکن این رابطه را قطع کرده که ولو سمعوا، در این آیت ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر چیزی بشنوند، چیزی که الله تبارک و تعالی برای هدف خاصه، برای برنامه خاصه متعلق به خود مرده ها با اونها میشنوانه. قسمی که برای ملامتی ابو جهل و قومش شنونده بود، قریش با حالات دیگری به میت در هنگامی که برای بازجویی نکیر و منکر برای دوباره زنده کرده می شود، چیزهایی را میشنوانه. بله، اما رابطه از او با اهل دنیا چی است؟ قطع است. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، چیزی را پذیرایی کرده نمیتونن. اینجا هم میگه که هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، آیا نفع ضرر هم رسانده میتوانند؟ نه. اگر نفع ضرر میرساندن میتوانستن به خودشون نفع میرساندن، ضرر از خود دفع میکردن. چون که در سوره جن و سوره های دیگه صراحتا درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنه که اگر ما به خودم لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، ما برای نفسی خودم، برای شخص کی میگه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سید البشر و سید الرسل و سید الاولیاء و انبیاء. خلی رحمه میگه لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، من برای نفس خودم فایده و ضرری را مالک نیستم. پس چی رسد به شما؟ به شما دیگران. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اونها میگه در برابر استدلال قرآنی و استدلال الهی چی میگن؟ پدر و بابای خدا یافتیم که تو شرک میکردن. اونها هم بدین اسلام در ستیز بودن، اونها هم حاجتشان از مزار میخواستن، از بود میخواستن، از آتش نور میخواستن، از اجسام نورانی میخواستن و به همین اشکال فقط ما نامهایشان تغییر دادیم، نامی از را تغییر دادیم، به همون منوال روان هستیم. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین. همشون میگه دشمنی ما هستن مگه عبادت شما و معبودان شما. به صفت معبود دشمنی ما هستن، به صفت واقعی خودشان هر کدامش جایگاهی خاص خدا داره. الا رب العالمین الذي خلقني فهو، یعنی کسی که مرا پیدا کرده. با منطقی آخوندی دنیا و همه چیزی که پیدا کرده امام پیدا کرده. منطق خمینیش میگه لعلكم بلقاء ربكم توقنون، ربكم امامكم، این مراد از رب امام است. این خمینی میگه که خدا کی است؟ مراد از خدا رب پروردگار جهان که امام. پس دیگرایش این چوچککایش چی عقیده داشته باشن که او را امام میگوین، معصوم از خطا. البته بسیاری ها متوجه از این نیستن که یعنی
شیعیان ولایتی خمینی و خامنه‌ای را معصوم از خطا میدانن. عمومی بسیجی ها که با اونها هم صحبت شوی آن تصریح نمیکنن، ولی وقتی به اعتقادشان هست و با ما در صحبت های چندین تایش تصریح داشتن. چی میگوی که این عصمت جناب خمینی و خامنه‌ای ماسونی از فرانسه رهبریت شده آمده، میگه اسمتش از فرانسه کسب کرده. خب میگه اسمت از او اصلی نیست، بالطبع است، بالطبع، چون اون نایب امام است. امام باید معصوم، امام معصوم هست، امام معصوم است. اون نایب امام است. نایب امام باید معصوم باشه تا که سخنای امام درست و کما حقه برسانه. فرضیه هست. پس چون این نایب امام است، این هم معصوم است. کی نایب امام تعیین کرده؟ فرانسه. ولی از فرانسه آمده تعیین شده. خب دکتر بسیار دور رفته. خب پس به اینجا خب الله تبارک و تعالی چی میگه؟ ابراهیم علیه السلام فهو یهدین، الله مرا هدایت میده. هدایت بخشیدن به دست کیست؟ الله. در اعتقاد مشرکین به دست کیست؟ امام، پیر، مزار و غیره. به قول یک آخونده به شمول همه چیز خدا هست دیگر نزد از اونها. خمینی هم به همون نظر هست. والذی هو یطعمنی و یسقینی، و او ذاتی که او به ما طعام میدهد، روزی که میدهد الله تبارک و تعالی، و یسقینی شراب نوشیدنی را به ما کی فراهم میکنه؟ الله تبارک و تعالی. وسیله خوردونش کی فراهم کرده؟ الله تبارک و تعالی. دیگه کس نمیتونه. اگر مشرکین وقتی که مشکلشان پیش شود کجا برمیگردن؟ به دربار امام برمیگردن، به دربار دیگر برمیگردن، به آخوندهای چی بگویم برشان، دو سه روپیه یا چند تومان برشان میدهن تا یکی برشان حاجت خواهی بکنن از امام، و یا خودشان مباشرتا در مزار امام می اندازن تا به یکی آخوند بعدن بگیره و حاجتشان برآورده شود. خب این را به کی تقدیم میکنن دیگه؟ و اذا مرضت فهو یشفین، و چون بیمار شدیم کی شفا میده؟ الله. اینجا ابراهیم علیه السلام، یعنی راجب خاص جریان امام بخاری رحمه الله که حکایتی که هست، شفا دهنده کیست؟ الله. ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ من شفا میدم؟ نه. با خود شفا پیدا میکنه؟ نه، با خودش هم الله تبارک و تعالی شفا میده. پس به دیگرها هم با خودش شفا کسب کردن نمیتونه مگر الله تبارک و تعالی برای شفا بده. پس به دیگرها هم و اذا مرضت فهو یشفین، و چون بیمار شدم او تعالی مرا شفا میده. دیگه کس نه. والذی یمیتونی ثم یحیی، او ذات است که به ما مرا میمیراند باز مرا زنده میکند. یعنی مرگ و میر و زندگی و هیچ یکیش در اختیاری انبیاء علیهم السلام نیست، سادات رسول نیست، چی رسد به افرادی پایان و کمتر و اولیاء و دیگرهایی که به مراتب مقامشان از انبیاء پایین تر است، از عام انبیاء پایین تر است. چی رسد به خلیل الله ابراهیم علیه السلام و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میگه تمام بخشش گناه ها و تمام ازیر ما از کی طمع دارم؟ از الله تبارک و تعالی. هیچ کسی دیگه اینها را دهنده نیست. یعنی میخواستین از این آیات ها را استدلال بکنین که ابراهیم علیه السلام خودش با عقیده توحیدی که داشت میگفت فایده مرضت فهو یشفین، وقتی که من بیمار و مریض شم خداوند مرا شفا میده. بله. و اینجا از این داستان آخوند آمده ثابت میکنه که آخوند میخواد که اینجا تلبیس بکنه. ما گفتم در هر چیز یک تلبیس وجود داره یا یک مغز خرابی یا جمع هر دویشان. اینجا آخوند بین هر دویش جمع کرده. بله. هم با مغز خراب مطلب استدلال و استنباط کرده پیش کرده و هم در پهلوی از او تلاش کرده که در عنوان خود، اگرچه در تفاصیل چیزی نداشت که بگره، در عنوان خود ذهنم چیزی ازی بسازه که البته خواننده مسلمان که برش واضح هست، ما خواننده که
در توده شرکیات هست گرفتار است و میگه مسلمان ها هم یا تنها ما نه، مسلمان ها هم اینجا چیز داشتن، حاجت روایشان به توسط انبیا و بزرگان بشر انجام می شده، با اینا باور داشتن، هیچ چیزی از اینها نیست. خوب بود این مثلا اگر گمان میکنم که وقت اجازه اگر میتونی یک میان برنامه بگیریم، اگر برنامه بگیریم هم میشه که تشکر. جزاکم الله خیرا. بعد از او برنامه اگر لازم بود به حساب سندی را بررسی میکنیم، اگر لازم نبود میگذاریم تا به اشکال تراشی بعدی یا خون. جزاکم الله خیرا. بیننده های عزیز، یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. مرتدین زمان ابوبکر شیعیان علی بودند. اونها که ابوبکر عمر کشتن، هولوکاست عظیمی در تاریخ اسلام به وجود آوردن، اسم بیچاره ها رو گذاشتن رد نبودن، فقط شیعیانی بودن متمایل به علی ابن ابی طالب. اسم بیچاره ها رو گذاشتن رد نبودن، فقط شیعیانی بودن متمایل به علی ابن ابی طالب. تاریخ گواست که عمده‌ترین سران فتنه ارتداد بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدعیان دروغین نبوت و تعدادی از سران قبایلی بودند که فریضه زکات را منکر شده و از دادن آن امتناع ورزیدند. اسود عنسی در یمن، یاران مسیلمه کذاب در سرزمین یمامه و یاران طلیحه اسدی و سجاح بنت حارث مدعیان نبوت در آن زمان از بارزترین این افراد به شمار می روند. طبق بیان و اعتراف این آخوند، مرتدین زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شیعیان اول و پیشتازان تشیع کنونی ولایت فقیه بودند. به راستی کدام یک از اینها شیعه بودند؟ مسیلمه کذاب، اسود عنسی و یا سجاح بنت حارث؟ آری جناب آخوند، باید هم از مسیلمه کذاب و اسود عنسی دفاع کنید، چرا که اگر آنها مدعیان دروغین نبوت بودند، شما از 14 بشر 14 خدا ساخته اید. پس عمل شما شنیدتر از مسیلمه کذاب است و برای روسفیدی خودتان بایستی سنگ آنان را به سینه بزنید. اما ببینیم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه درباره مرتدین آن زمان چه می‌فرماید؟ من چندی از بیعت دست باز داشتم تا آن که دیدم گروهی از مردم از اسلام برمیگردند و میخواهند دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از بن برافکنند. ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یاری ندهم، در دین رخنه یا ویرانی خواهم دید که برای من مصیبت بارتر از فوت شدن حکومت کردن بر شما بود. در گیر و دار آن حوادث از جای برخاستم تا باطل نیست و نابود شد و دین بر جای خود آرام گرفت و استوار یافت. محمد باقر صدر در کتاب فدک فی التاریخ در مورد مشارکت علی رضی الله عنه در جنگ‌های رده می‌نویسد: علی رضی الله عنه که تربیت یافته دست نبی کریم صلی الله علیه و سلم بود و اسلام را با او یک جا پرورش داد، چنین احساس می‌کرد رابطه او با اسلام و مسلمانان رابطه برادری است و این احساس او را واداشت که همه امکانات دست داشته‌اش را فدای برادرش کند. لذا در جنگ‌هایی که مسلمانان علیه مرتدان اعلام نمودند شرکت ورزید. همچنان علی رضی الله عنه از غنایم این جنگ‌ها کنیزی به نام صهبا را در جنگ عین التمر به دست آورد که از ایشان 2 فرزند علی به نام عمر و رقیه به دنیا آمدند. ناگفته نماند که مادر محمد ابن حنفیه، 3مین پسر علی رضی الله عنه، نیز از کنیزان همین جنگ‌های مرتدین و یا به قول آیت الله زنجانی شیعیان دسته اول بود که به دست مسلمانان اسیر گردید و به نکاح علی رضی الله عنه درآمد. پس آیا علی رضی الله عنه زنان و دختران شیعیان خود را به اسارت و کنیزی می گرفت؟
با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با برنامه جایگاه سنت خدمت شما هستیم. البته موضوع این هفته ما نیز نقد شبهات مطرح شده بر صحیح بخاری هست که قصه را که نقل کردن و فکر میکردن که دو قصه و یا یک قصه متضاد وارد شده در مورد نابینا شدن امام بخاری رحمه الله و سپس شفایاب شدن ایشان. جناب دکتر البته از لفظ و الفاظ این قصه ثابت کردن که این دو قصه متضاد هست. یک قصه در زمان طفولیت امام بخاری رحمه الله صورت گرفته و قصه بعدی بعد از چندین سال در حالت بزرگی ایشان در خراسان رخ داده که دو قصه متضاد هست، دو قصه مختلف هست البته و متفاوت هست. جناب دکتر، این متفاوت بودن دو قصه از متن و الفاظ این قصه ثابت شد. اگر بریم به سوی اسناد این دو قصه، شما قبلا هم گفتین که چنین قصه ها البته با اسانید بسیار صحیح وارد نمیشوند، چون مورخین در باب چنین قصه هایی که مربوط به احکام نشود تساهل میکنن و تشدد بیشتر به خرج نمیدهند. میشه در مورد سند اینها اگر چیزی باشه بگوین؟ الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. و بعد قسمی که قبلا یاد آور شدیم موضوع، یعنی ما بررسی متنی کردیم ای را به ای که عقل آخوند بسنجیم که عقل آخوند و زمزمگرهای اطرافی او در چی سرحد بیچاره و ناچیز هست و در چی حدی، در چی وضعی نابهنجار، وضعی اسفبار قرار داره. الله تبارک و تعالی شفا بده به اونها و با اونها عقل سلیم نصیب بکنه. حالا قبلا هم اشاره کردیم که از لحاظ سندی روایاتی هست که یعنی در زمانی که به احکام و این چیزها تعلق نداشت محدثین و علما نقل میکنن، حکایت میکنن طور نقل عام. اگرچه در عموم محدثین در اول وقتی که حکایت میکنن حتی حکایات را هم به مانند دیگرهای هوایی روایت داریم گفتن نمی اندازن، بلکه در کتابهایی که اونها سند و مدارک را در نظر گرفتن با سند حکایت میکنن. ما به حساب سندی اگر به اینها برگردیم، قبل از او باید اشاره بکنم به یک موضوع دیگری که بسیار اوقات آخوندها و حتی پیرپرستها و قبرپرستهای دیگری که خود به اهل سنت انتساب میکنن، تمامشان وقتی که یک مطلبی را ذکر میکنن یا حتی مستشرقین خاورشناسا و عقلگرایان دیگری یک مطلبی را حکایت میکنن برای اینکه خیلی پخته بسازن قوم و مرجعیت قول خدا و اینکه این قول حکایات و مدارکی بسیار بیشماری دارد. مصادر زیادی را مصدر شماری میکنن که این در چند کتاب آمده و وقتی حتی بعضی هایشان اگر پرسان که سندی از این میگه که سند گفتن برد که نام کتاب گفته و اون کتاب سند داره یا نداره، از این خودش هم نمیدانه که در کتاب سند ذکر شده یا نشده. سند چی هست؟ منبعی که او گرفته شده چیزی دیگری هست. یعنی عقل به این انداز ناکاره میشه که تفکیک نمیکنه که سند چی هست و مدرک و منبع چی هست. و بسیاری از جوانان و عزیزان اهل اسلام که معلوماتشان در ابواب ضعیف هست، وقتی که تعداد مصادر مدارک دیدن بهت زده میشوند یا که حیبت زده میشوند که در اینقدر کتاب آمده. حالا اینکه نزد محدثین، نزد علمای اسلام، نزد اهل اسلام این موضوع زیاد معتبر نیست که در چند کتاب آمده. از اون در معتبرتر این هست دقیق در که در این چند کتاب با چند سند آمده یا همه این کتاب ها با یک سند حکایت میکنن. ما حدیثی داریم که
کاملا حدیث دروغین هست در بیش از 20 مصدر آمده، هر یکی آورده. مثلا ما کتابایی که در بیان راوی های ضعیف و دروغگو و دیگر نوشته شده، میبینیم در یک راوی را ذکر میکنه، زیر تو روایاتی که از طریق او روایت شده و روایت بی اساس است. این محدث هم مثلا ابن عدی هم روایت میکنه، عقیلی هم ذکر میکنه، ابن حبان هم ذکر میکنه، ابو نعیم اصفهانی هم ذکر میکنه و دیگرش هم هر کدامش ذکر میکنه در مصادر متعدد شد. بعد از اون مصادری که از اونها گرفته، ابن جوزی در موضوعات خود ذکر میکنه، مولا علی قاری در موضوعات خود ذکر میکنه، سیوطی در لآلی مصنوعی خود که در مخصوص احادیث دروغین هست در او ذکر میکنه. دیگرهایش بعضی هایشان از این مصادر جمع میکنه 10-20 مصدری که او حدیث بیان کرده که حدیث دروغ هست و این راوی دروغگو هست که در این قدر مصدر آمده. اینجا هم آخوند و نویسنده شخصی که بوده، حالا از سایت آخونده گرفته یا که آخوند نوشته، اورش به خودشان بیشتر معلوم هست. اینجا هم نامی مصادر متعدد را ذکر کرده، حتی کاپی پیست کرده از مصادر متعدد آورده که در این مصدر هم هست، در این هم هست، در او هم هست. تمام مصادری که هیچ یک از اونها مصدر اصلی حساب نمیشه، برای فایده انسان میخوانه، اما هیچ یک از اونها سند ذکر نمیکنه. مثلا نام مصادری که اونجا پیشتان هست یادآور شوید. یکی ذهبی در تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، سبکی در طبقات الکبرى. بله، ذهبی در تاریخ الاسلام، بله. سبکی در طبقات الشافعیه الکبرى، طبقات الشافعیه الکبرى. ابن کثیر در البدایه و النهایه، بله. و قنوجی هم در الحطه فی ذکر صحاح السته، و مولا علی قاری هم داستان ذکر کرده در کدام کتابش. مولا علی قاری در شرح مشکات بوده باشه، در کتاب دیگرش باشه. خبش مجموع افرادی که ذکر کرده، اگر حکایت تنها مبنی بر نقل از اینها بوده باشه، از لحاظ سندی قابل هیچ نوع ارزش اعتبار علمی نیست مدرکی، بلکه مصدری که از اون حکایت کردن. ما امثله ایجاد داریم، مثلا در نقل اشتباه میکنه کسی، به طور مثال در همین جا که عبارت اول که خوانده از کدام کتاب بود؟ احمد بن فضل الوافی بالوفیات از صفدی. الوافی بالوفیات از صفدی هست، در او حکایتگر این داستان کی است؟ احمد بن الفضل البلخی. بله، اینجا در اول داستان اشتباه هست. ما مثال برای از چیز کردیم که یعنی اعتبارش در اولی که همین نامی که گرفته شده اشتباه هست، در نسخه اشتباه شده. اصل راوی که اینجا را حکایت میکنه محمد بن فضل بلخی هست. نه، احمد پسرش از او روایت میکنه. احمد بن محمد بن فضل بلخی از پدر خود حکایت میکنه و قائل این حکایت داستان محمد بن فضل بلخی هست که در تقریبا 317 و دهه دوم سده 4 هجری وفاتشان هست. امام بخاری رحمه الله را درک نکردن، اما شاگردهای از اونها را درک کردن. به هر حال بعضی استادایشان را درک کردن که استادایشان که دیر وفات شدن. امام بخاری رحمه الله بعضی استادهایی دارن که تقریبا 20 چند سال تا به 30 چند سال بعد از خود امام بخاری رحمه الله وفات کردن. تا 80 چند تا 70 چند 60 چند امام بخاری رحمه الله 256 یعنی به حساب اگر فضل الله تبارک و تعالی بود و این عنایتی که بالای امام بخاری رحمه الله و امام مسلم رحمه الله از جانب الله تبارک و تعالی بود، اگر صحیح بخاری و این تألیفاتی به مثال امام بخاری رحمه الله نمی بود، شاید که کسی از امام بخاری روایت کمتر کسی از امام بخاری روایت می داشت. چرا؟ بخاطر که تعداد زیادی از استادای از اونها امام بخاری تا زمانهای بعد
زنده بودن. بله. پس کسی که از استاد یک شخص حدیث مباشرتا درک کنه بگیره، لازم نداره که با واسطه یک نفر دیگری از او حکایت بکنه. بله. پس در اینجا قسمی که مثلا امام بخاری رحمه الله از امام شافعی در صحیح بخاری روایت نمیکنه. به خاطر چی؟ کسایی که از امام شافعی بزرگتر هستن به حساب عمری و سندی، بله. شاگردای مباشری شعبه، شاگردای مباشری ثوری، شاگردای مباشری عبدالله بن مبارک، شاگردای مباشری امام مالک، سفیان بن عیینه، ابن جریج، بله. استادای امام بخاری هستن. پس امام بخاری لازم ندید که با واسطه یک شخص دیگر از امام شافعی و باز امام شافعی هم با واسطه یک شخص دیگر باز از کی روایت بکنه؟ از شعبه و سفیان ثوری. از امام مالک استاد مباشر امام شافعی است، اما شعبه و سفیان ثوری و لیث بن سعد استادای با واسطه امام شافعی هستند. درست. خب پس امام بخاری رحمه الله ده ها استاد از شاگردان مباشر از اونها داشت، لذا لازم ندید که از او روایت بکنه. و یک مسئله عرضی بود. بله. خب اینجا در همین نقلی که هست البته در همه مصادر نه، در بعضی هایشان همین اشتباه شده که احمد است یا محمد؟ احمد ابن فضل بلخی حکایتگری مباشر ای داستان قلمداد شده و این اشتباه هست، بلکه صاحب این داستان قسمی که در تاریخ دمشق هست، تاریخ بغداد هست، طبقات حنابله از ابو یعلا موصلی، ابو یعلا حنبلی هست و دیگر کتاب‌هایی که از اونها نقل میکنن. درست. صاحب این داستان محمد ابن فضل بلخی هست، از او پسرش احمد ابن محمد ابن فضل البلخی حکایت میکنه. خب به هر حال داستانی که راجع به نابینا شدن امام بخاری رحمه الله در کوچکیشان هست، در سند او راوی که از احمد ابن محمد ابن فضل بلخی روایت میکنه. بله. و همچنین با سند دیگری هم یک سند با دو سند حکایت میکنه و راوی هر دو خلف ابن محمد خیام هست. به نام شخص خلف ابن محمد خیام شخص غیر معتبر در باب روایت می باشه. بله. این اشکال داره که حتی به سرحد متروک به شمار می روه. درست. حتی بعض علما در بعض روایت امام حاکم ابو عبدالله حاکم میگه سقط حدیثه بروایت حدیث نهى عن الوقاع قبل الملعبه. یک حدیث دروغ روایت با یک سند کاملا صحیح روایت کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از هم خواب شدن قبل از بازی با همسر منع کرد و امثال این چندین تا دیگه احادیثی بی اساس روایت کردن. با او اساس غیر معتبر هست. درست. اما گفتیم که محدثین وقتی که حکایت ذکر میکنن این قسم داستان هایی که در اخبار و در تاریخ هست، بله، تشدد نمیکنن. تشدد به این نمیکنن که به مسئله دینی خاص ارتباط نمیگیره، نداره و در الفاظش کدام چیزهای منافی با تعلیمات اسلام وجود. هرگاه نکته مخالف بود فوراً از سند او را نقل میکنن و بررسی میکنن و با امو اساس هم اینجا که ذکر کرده، یعنی هر دو سندی که در برای این داستان حکایت شده هر دو سند برمیگرده به کی؟ خلف بن محمد خیام. بعد از او استادای از او جدا میشوند. درست. یکی احمد بن محمد بن فضل بلخی از پدرش یک سند برای ذکر میکنه و سند دیگره ابو محمد مازن عبدالله بن محمد بن اسحاق السمسار از استادش مبهم و مجمل، چون در او حکایت نیامده، در تاریخ بغداد آمده و در تاریخ دمشق و اینها. خب پس هر دو روایت برمیگرده به همون شخص ضعیف و غیر معتبر. و روایت دیگری هم که دومی که هست او هم از لحاظ سندی اشکال داره.
آخرین راوی مباشری که او را حکایت میکنه از امام بخاری جبریل ابن میکائیل است. یعنی او در کتب تراجم ذکر نشده. در کتب تراجم ذکری از او، ترجمه از او به این عنوان نیامده. درست. پس این اشکال در سند، یعنی به حساب سندی اشکال روایت دومی کمتر است. اشکال روایت دومی به حساب سندی کمتر است، اما نفرش معلوم نیست اون هم ضعیف است. یعنی اون هم به حساب چیز نفر شخصیت علمی و جایگاهی ثقه بودن و عدم ثقه بودنش واضح و روشن نیست. لذا من حیث یک داستان حکایت میشه و نه من حیث یک چیزی که معتبر در تیم بوده باشه. با اینکه برگردیم به قضیه دوم که خواستن که میگه که میخوان والده امام بخاری رحمه الله را از جمله اولیاء الله به شمار بیارن، در این شکی نیست که والده که پدری شخص وفات کرده میتونست که او را در کاروبار دنیا در خدمت خود در چیزها مصروف بکنه، ولی از طفلی 9 سالگی او را حافظ قرآن ساخت. بعد از او پیوسته در تعلیم دین گذاشت، قرآن، حدیث، تفسیر و این چیزها گذاشت که در 16 سالگی خود اکثر کتاب‌های وکیع ابن جراح، عبدالله ابن مبارک و این علمای حدیثی زمانشان که اجزای کتاب‌های متعدد دارن اونها را حفظ کرده بود. سپس او را گرفته با خود به حج، در 16 سالگی به حج آورد. در حج اینجا به الله تبارک و تعالی سپرد تا اینکه اینجا باشه درس بیاموزه و به این جایگاه رساند. چی کسی هست که تردد داشته باشه در اینکه ان شاء الله موضوعی که یقین ولی الله گفتن کسی برمیگرده به اینکه الله تبارک و تعالی در قرآن کریم یا که نبی اکرم صلی الله علیه و در احادیث صحیح تصریح کرده باشه که فلان ولی الله است. طوری یقینی درباره هیچ کسی غیر از آن که در قرآن و سنت تصریح شده کس گفته نمیتونه، حتی به شمول مثلا امامای بزرگ حتما 100% کس بیان نمیکنه. لیکن اعتقاد و باور اغلبی و کلی مسلمان ها کسی که با این شخصیت بوده باشه ان شاء الله الرحمن حتما از نه تنها ولی الله بلکه از بزرگترین اولیای الهی می باشه و الله تبارک و تعالی نه تنها ثواب اعمال خودشه بلکه ثواب اعمال تمام امت محمد صلی الله علیه و سلم که بر مبنای این کتاب پسرش صحیح محمد بن اسماعیل بخاری بر مبنای این کتاب پسرش به احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله عمل میکنن، بر مبنای کتاب‌های دیگرش ضعفا و تاریخ کبیر و تاریخ اوسط و اون کتاب‌های دیگرش و نقولی که امام ترمذی و دیگرها از اون دارن، احادیث صحیح و ضعیف که از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده اونها را تفکیک میکنن، از دروغایی که به دین اسلام نسبت شده اجتناب میکنن، اونها را شناسایی میکنن و به صفت دین با اونها را قرار نمیدهند. ثواب تمام این بشریت، این امت مسلمه که از او زمان تا به قیام قیامت، تا زمانی که الله تبارک و تعالی دین خود حفظ میکنه و قبل از قیام قیامت قرآن کریم و حدیث همه برداشته میشه، جز کافر کس نمیمانه، یعنی جز اینهایی که با قرآن و سنت هر دوش مخالف است دیگر کس مسلمان نمیمونه. پس قیامت قایم میشه، هر کس که با قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان داشت برداشته میشه. قبل از قیام قیامت الله تبارک و تعالی توسط یک باد نرم خوشبوی میفرسته و اونها همگی وفات میکنن، جز بیدین هایی که نه قرآن قبول داره نه حدیث پیامبره، دیگه کس نمیمونه و الله گو هم دیگه کس که نمون باز قیامت قایم میشه. خب پس ثواب تمام این بشریت به کی میرسه؟ به امام بخاری و مادرش. به مادرش میرسه، چون اون مادر بوده که این پسر تربیه کرده و همه اعمال به این گونه تربیه مادر هست. اگر او در این نوع تربیه دخل نمی داشت میشد که تنها دعایش مفید می بود بس،
اما این نوع تربیه همون مادر است، چون پدرش در کودکی وفات کرده بود. این مادر بود که او را تربیه کرد با برادر بزرگش احمد. خب پس کسی که اینقدر نیکی ها را کسب میکنه که ما نیکی خدا داریم، اون نیکی های محمد بن اسماعیل بخاری، نیکی های همه امت که به اساس علم او به دین عمل میکنه و از اباطیل و یاوه‌هایی که به دین نسبت داده شده خودداری میکنه، این همه راوی های دروغی رافضی و غیر رافضی و همه چیزی که امام بخاری معرفی کردن همه گیره شناسایی میکنه و از دروغ هایشان خودداری میکنه. تمام از این حسناتش به کی میرسه؟ به مادر امام بخاری، به امام بخاری و به انداز عملی از اونها به مادر امام بخاری رحمه الله. لذا چیز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چون از همه انبیا بیشترین امت داره، یکی از عوامل بالاترین مقام در انبیا علیهم السلام داشتنشانه همه می هست که این بیشترین امتی داره که به دعوت او پیوسته. ثواب همه این امت به کی میرسه؟ به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما قبلا کلیپ خواند دیدیم، مشاهده کردن بینندگان عزیز، با شیعیان دسته اول یعنی مرتدین مسیلمه کذاب و اسود انسی و خمینی اول دیگه، خمینی و خامنه‌ای دور اول و این چیزهایی که بودن، اسود انسی و مسیلمه کذاب و البته ما نگفتیم، آخوند گفته دیگه، سجاح و طلیحه اسدی رحمه الله که پس طلیحه اسدی در جمله از اینها پس مسلمان شد. درست. و در جنگ های عراق و شام اونجا شهید شد. این هم ادعای نبوت کرده بود اما توبه کرد مسلمان شد. خب دیگرهایش اونها یعنی چیزهای دسته اول توسط ابوبکر صدیق رضی الله عنه شکسته شدن و سپس قوت و توانایی اسلام و حاکمیت اسلام تثبیت شد در تمام جهان اسلام، جهان بشریت. با این ثباتی که بود ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که حتی عمر رضی الله تعالی عنه در اونجا مشورهش به نوع تنازل بود که امینهایی که دیگه دین قبول دارن تنها زکات انکار کردن، امینها را بگذار. تا دشمنای ما چیز نشن. ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت نه، من نمیخوام که نمیگذارم که دین تقسیم شه و نیمشه یک آخوند انکار کنه نیمشه دیگر آخوند انکار کنه، در نتیجه همه از بین میره. یعنی فعلا این آخوند گذاشته که نیمی دین انکار کرد، آخوند دیگر نیمی دیگرش انکار میکنه، دیگرش بالاخره میشه دین دوازده امامی. پس تمام این نیکی هایی که عالم بشریت از اون زمان تا به اینجا، هر کس که در بعد فتوحات کرده، هر کس که در بعد دعوت کرده، هر کس که در بعد خدمت کرده، برابر با نیکی تمام اینها به کی میرسه؟ و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. لذا از همه صحابه افضل است. یکی از علت ها و عوامل افضلیت از اونها و برتری بودن نامه اعمال از اونها بالای نامه اعمال دیگر هاست، با او صدق و صداقت و ایمانداری و دیگرهایی که داشتن و مقامی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم در قبل از هجرت و در جریان هجرت و بعد از او داشتن موضوعی جدا هست. اون فضیلتی خاصه خود داره. اما یعنی بعد از او چقدر بشریتی که آمده به علت این شاهکاری ابوبکر صدیق رضی الله عنه دین به اونها رسیده، اینها همه ثواب اعمالشون به کی میرسه؟ به ابوبکر صدیق رضی الله عنه. لذا اینها از خاصترین اولیای الهی هستند، نه تنها از اولیای الهی هستند بلکه از خاصترین اولیای الهی هستند. پس انشالله یعنی مطالبی عمده که در اینجا بود بینندگان عزیز درک کردن و فهمیدن که چی تلبیس های و چی کورمغزی های جهان آخوندی داره. تشکر، جزاکم الله خیرا. جناب دکتر اجازه بدین باز هم یک میان برنامه کوتاه را بیننده های عزیز میبینیم و برمیگردیم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي
يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر پادارنده عدالت باشید، به خاطر الله گواهی دهید، هرچند به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکانتان باشد. الله سزاوارتر از کسی است که درباره اش گواهی می دهید، چه آن شخص فقیر باشد و چه ثروتمند. پس از خواسته های نفسانی پیروی نکنید که منحرف می شوید. و اگر به درستی گواهی ندهید یا از گواهی دادن روی بگردانید، بدانید که الله به اعمالتان آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی. با موضوع نقد شبهات مطرح شده بر صحیح بخاری قسمت دوم البته خدمت شما هستیم. شبهه‌ای که در مورد نابینا شدن امام بخاری رحمه الله و سپس بینا شدن ایشان توسط دعای مادرشان و یا اینکه توسط علاج کسی که نقل کرده بود برشان، جناب دکتر البته از نگاه لفظی و سندی به آن پرداختند. گفتند که از نگاه لفظی واضح است که دو قصه متفاوت است در عمر امام بخاری رحمه الله دو بار رخ داده است، اما به اعتبار سندی هم هر دو قصه اشکال داشت. اما گفتند که مورخین در کتاب‌های تاریخی چنین قصه ها را وارد میکنند اگر با احکام دینی ارتباط داشته باشه، یعنی هیچ حکم دینی بالای آن مرتب نشوه، تساهل میکنن، بالای سندش بسیار زیاد تشدد نمیکنن. از همین باب است این قصه ها. خب جناب دکتر، شبهه دیگری که بالای صحیح بخاری وارد شده است، میگویند که امام بخاری رحمه الله خودش گفته است که در کتاب صحیح خود نگذاشتم روایتی را مگر بعد از غسل کردن و 2 رکعت نماز استخاره خواندن، و کتاب خود را یعنی صحیح بخاری را در 16 سال در مسجد الحرام تصنیف کردم. پس با تکراری که در صحیح بخاری بیش از 7000 حدیث وجود داره، اگر امام بخاری رحمه الله برای وارد کردن یا نوشتن هر حدیث یک بار غسل کرده باشند و 2 رکعت نماز استخاره خوانده باشند، بیش از 7000 بار در 16 سال غسل کردن. البته اگر برای نوشتن روایات تکرار غسل نیز تکرار کرده باشه که بیش از 7000 میشه، اگر تکرارش حذف بکنیم شاید کمتر از 3000 میشه. روی این شبهه چی میگین شما؟ خب الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. و بعد این شبهه هم از همون قبیل ببخشید البته در ابتدا ما تا حال متوجه نشدیم که اصل شبهه چی هست. یعنی اصل شبهه یعنی
استبعادی از اینکه خیلی بعید هست که یک انسان در 16 سال در 16 سال 2400 بار غسل بکنه. بله. یعنی چیز هست. اما در حکایت میگه که امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری را در طول 16 سال نوشتن. 16 سال نوشته. و روایتی که از کی هست؟ از ابو عبدالله فرابری. بله. یعنی با سند محمد بن یوسف فرابری شاگرد مباشر امام بخاری رحمه الله را حکایت میکنه که ما حدیثی را در کتاب خود نگذاشتم مگر بعد از اینکه غسل کردم و 2 رکعت نماز غسل کردم و 2 رکعت نماز خواندم. بله. حالا این اگر ما بررسی کنیم از لحاظ سندی این حکایت اشکالی نداره. درست. انشالله الرحمن سندش سندی است که با او صحیح بخاری یکی از سندهایی است که با او صحیح بخاری به ما رسیده روایت شده. بله. به حساب معنا و مفهوم هم جز در مغز آخوندی دیگر اشکاله دیگه جای اشکال نداره. چرا؟ به خاطری که میگه در 16 سال ما صحیح بخاری را تالیف کردم. بله. و هیچ حدیثی را در این کتاب نگذاشتم مگر اینکه قبل از غسل کردیم و 2 رکعت نماز خواندم. استخاره کردیم که یعنی از صحت از اون متأکد شد. بله. یعنی این استخاره برای است که یکی از چیزایی است که هم حرمت گذاری به حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هم دعای ای که مزید بر بررسی های علمی دعای دیگری از الله تبارک و تعالی میکردن که یعنی اگر امی بر نتیجه بررسی ما دقیق باشه الله تعالی ما توفیق بده که در کتاب صحیح برای مردم بگذارم. بله. خب 16 سال اگر ما بررسی بکنیم هر سال چند روز است؟ 365. 300 ما قمری 355 روز. و شمسی 365 روز. یعنی به حساب قمری و چیز 160 روز با هم تفاوت میکنه. بله. در 16 سال 160 روز تفاوت میکنه. بله. خب به حساب قمری بگیریم. بله. 5680 روز میشه. 5680 روز. امام بخاری رحمه الله برای متأکد شدن از بعد از بررسی های علمی و سندی یک حدیث برای که صحتی از او ثابت شود نشود چند بار بررسی میکنه؟ بررسی علمی 1 بار. پس دوباره مشکوک نمیشه درباره از او که بار دیگه والاش مشکوک است ممکن شه باز دوباره از سر بررسی کنه و از سر باز غسل کنه و از سر دعا کنه. 1 بار متأکد شد گذاشت. مطمئن شد گذاشت. خب مجموع احادیثی که در صحیح بخاری هست یعنی مجموع روزهای 16 سال 5680 روز میشه. 5680 روز به حساب سالهای قمری و به حساب سالهای شمسی 5840 روز. 5840 روز میشه. خب ما این را تقسیم میکنیم در 2602 حدیث صحیح بخاری. 2602 حدیثی که در صحیح بخاری بدون تکرار است. درست. یعنی ما بار دوم که گذاشته در صحیح بخاری بار دوم یک حدیثی که گذاشته مثلا حدیث انما الاعمال بالنیات در صحیح بخاری چند بار آورده؟ 7 بار. درست. 7 بار درباره از او استخاره نمیکنه. 7 مسئله از او استنباط کرده. بله. 7 عنوان بالایش گذاشته در صحیح بخاری او را که اضافه کرد باز بعد از اضافه فقهی که از احادیث استنباط میکرد مطابق مسائل فقهی که در حدیث بود باز دوباره تکرار میکرد در جاهای متعدد او حدیثه میارد. حتی بعضی احادیث هست که بیش از 10 بار در صحیح بخاری تکرار شده چون 10 مسائل در بر میگیره. بله چون 10 مسائل در بر گرفته. و بعضی احادیث هست که 1 بار آمده. خب پس برای متأکد شدن بررسی 2602 حدیث
2602 حدیث ما اگر تقسیم بکنیم از 5680 روز بله به هر حدیث 2 روز میرسه. میان فاصله هر 2 حدیثه 2 روز فاصله می باشه 2 روز برای هر حدیث 2 روز است. 2 روز میرسه. یعنی این حدیثی که نوشت تا 2 روز دیگر حدیث بعدی را تلاش میکنه. حدیث بعدی است 2 روز بعد او را عموما مردم در 2 روز یک بار غسل میکنن. طبیعی است. بله طبیعی هست، مخصوصا که امام بخاری رحمه الله در سرزمین حجاز نوشته، در کتاب خود، در حتی عناوین ابوابش در مسجد نبوی در روزه تالیف کرده. بله در مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و سرزمینی گرم است. گرم هم هست. بله. حتی در روزهای تابستان چند بار مجبور لازم است داشتن که بعد چند بار غسل هم بکنه و چون وسایل امروزی هم نبوده. وسایل امروزی هم نبوده چیزها. خب با صرف نظر از او چی میشد؟ برای هر حدیثی 2 روز میرسه. بر علاوه از او 476 روز اضافگی میکنه. پس انداز میمانه. بله یعنی 2 روز و ربع برای هر حدیث میرسه. نگو 50 ساعت. بله 2 روز 48 ساعت میشه. 50 ساعت بگیریم درست میشه یا بیشتر؟ نه 2 روز و ربع ساعت، ربع یک روز دیگر 6 ساعت دیگر درست. تقریبا 55 ساعت تقریبا ربع. خب در 2 روز 2 روز غسل، یک بار غسل کاملا طبیعی است. یعنی نه اندازه که اون با هدف غسل میکردن. بله و اینجا موضوع طبیعی بودن از او هست. یعنی هیچ نوع اشکالی عقلی، اشکالی چیزی نداره مگر در مذهبی، در دید و مغز آخوند، مغز جنوبی آخوند دیگر که شاید اونها هفته ها را شاید تصور بکنن یا چیزهایی داشته باشه. من نمیدانم که آیینشان چی چیز را، دینشان چی چیز توجیه میکنه که بعد از چند هفته، بعد از چند روز، چند ماه، چند بار باید غسل بکنن. اون مسئله دین خودشان هست، با اونها تعلق داره. منتها به حساب عقلی و بشری و طبیعی اجتماعی بله. در این هیچ نوع اشکالی وجود نداره، بلکه یک چیز طبیعی هست کاملا که در هر 2 روز 2 نیم روز یک بار غسل کردن. مگر ایره به حساب ماهای چیز بگیریم، سالهای شمسی بگیریم، 160 روز دیگه بالای 476 اضافه می شود. تقریبا بالاتر از 600 روز تقریبا 6.5 روز. بله به دامنه 6.5 روز اضافگیش میمانه. درست. که تقریبا می شود برای هر حدیثه به دامنه 2 نیم روز. بله یا بیشتر. تقریبا نه. بله به همین حدا یک کمتر. خب پس این به حساب اعتبار علمی، اعتبار عقلی و اجتماعی و عرفی یک امر کاملا منطقی و کاملا معقول است. کسی که این را مورد اشکال قرار میده که بعید میشماره، باید عقل خود علاج بکنه که یا عقل خود یا دید خود به که چیز بکنه و خود پیش چیز ببره که یعنی به مشکلات دیگر گرفتار نباشه. که در 2 روز و 3 روز یک بار غسله یک امری بسیار بعید و مستبعد و بعید از چیز تصور بکنه. یک حدیث دیگه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از اصحابش پرسان میکنه که اگر از نزد خانه یک از شما نهر آبی بگذره و هر یک از شما روزانه 5 بار در آن غسل بکنه یا هیچ چرکی بر جسم او باقی میمانه، صحابه میگن نه. مثال میته پیامبر صلی الله علیه و سلم برای نماز که 5 وقت نماز هم به همین شکل است. یعنی مثال زدن پیامبر که یک نهر اگر تیر شه و یک آدم 5 بار غسل بکنه به یک چیز معقول البته مثال میزنن، نه یک چیزی که مثلا در روزهای گرم چند بار رفته آب بازی میکنن، شنا میکنن و موضوع عادی هست.
و در مناطقی که حوزه ها و دریاهای آببازی چیز نبوده باشه در حمام چند بار در روزهای مخصوصا در روزهای گرمی چند بار غسل میکنن و افرادی که فامیلدار هستن حتما هفته غسل های چیز دارن. اون تا آخوندهایی که هر ساعتی سیقه دارن دیگه اونها بیچاره هستن، نمیتونن که هر 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد چیز بکنن، از مشکلی خود پیش کرده دیگه بیچاره دیگه. هر اگه غسل بکنه شاید که پوست بدن از او اشکال ایجاد بکنه، لذا یم میکنه. تشکر. تمام شد انشالله تمام شد، به حساب چیز تمام شد دیگر بالای از اونها قرضم گرداندیم. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. بنده های عزیز، البته موضوع این هفته ما نقد شبهات مطرح شده بر صحیح بخاری قسمت دوم بود. البته هفته گذشته نیز روی بعضی شبهات مطرح شده بر بالای صحیح بخاری صحبت هایی داشتیم. البته امروز روی 2 شبهه پرداختیم. شبهه اول همان 2 قصه بود که در مورد نابینا شدن امام بخاری رحمه الله، یک بار در طفولیتش و یک بار در بزرگیش. بار اول توسط دعاهای مادرش الله متعال شفا میدهد حضرت امام بخاری رحمه الله را، و بار دوم هم با علاجی که کسی برش گفت که با تراشیدن موی سرت البته میتونی که بینایی خود دوباره برگردانی. جناب دکتر گفتن که قطع نظر از اشکالی که در سند این 2 قصه هست، کسایی که شبهه مطرح کرده بودن گفته بودن چطور امام بخاری رحمه الله یک بار نابینا میشه و با 2 نوع یا با 2 حالت شفا می‌یابه، یک بار با دعای مادرش و یک بار با علاجی که برش گفته میشه. اما جناب دکتر گفتن که در نفس قصه آمده که یکی در خردسالی امام بخاری رحمه الله واقع شده و قصه دومشان هم که در خراسان بودن که بزرگسال بودن، جوان بودن در اون وقت. یعنی 2 بار این قصه تکرار شده امرای امام بخاری رحمه الله. اگر صحت داشته باشه و اگر واقعا رخ داده باشه با علتی که هر 2 سند و قصه ها داشت، هیچ جای اشکالی گفتن در این 2 قصه نیست. این 2 قصه متضاد نیست. البته متضاد برای کسایی است که عقلهایشان متضاد هست و درست کار نمیکنه. برای کسایی که عقل سلیم داره بالکل امکان داره که یک انسان 2 بار به یک مرض مبتلا میشه و خداوند 2 بار او را شفا میده. حتی بعضی از ما شما چندین بار به یک مرض در عمر خود مبتلا میشیم، سپس خداوند شفا میده. یک امر کاملا طبیعی، معقول و فطری است. شبهه دومی که وارد کرده بودن گفته بودن که امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری را در 16 سال نوشته و امام بخاری میگه که برای نوشتن هر حدیث من غسل میکردم، 2 رکعت نماز میخواندم، استخاره میکردم، باز اگر خداوند میخواست او حدیث را در کتاب خود میگنجاندم. سوالشان این بود که در صحیح بخاری بیش از 7000 حدیث مکرر هست با تکرار. اگر ما بگیریم چطور در 16 سال امام بخاری رحمه الله 7000 بار غسل کرده؟ یعنی غسل کردن به این تعداد را در خلال 16 سال را بعید فکر میکردن. اما جناب دکتر گفتن که ما تکرار را وقتی حذف میکنیم در صحیح بخاری تنها 2602 حدیث هست که امام بخاری رحمه الله هر حدیث را یک بار بررسی سندی میکردن. وقتی که مطمئن میشدن که حدیث صحیح است در کتاب خود وارد میکردن. باز بر یک مسئله فقهی دیگه که در همان حدیث وارد شده، حدیث را دوباره بعضی احادیث را تکرار ذکر کردن که تکرارش را وقتی حذف بکنیم 2602 حدیث میمانه. یعنی در 16 سال یک آدم 2602 بار اگر غسل بکنه به این معنی است که 2 روز پس یک بار غسل کرده و 2 روز پس یک بار غسل کردن، 2 رکعت نماز خواندن یک امر کاملا معقول و طبیعی است و بیشتر از این هم انسان میتونه که در یک روز چند بار غسل بکنه. امروز ما شما تجربه میکنیم و میبینیم و این هم یک امر کاملا معقول، طبیعی و فطری هست. تنها کسایی که مشکل دماغی دارن یا اینکه مشکل دینی شاید داشته باشن، بیشتر از مشکل دماغی دین در دماغ تاثیر کرده. بسیار خوب. برای آنها البته چنین چیزی مشکل معلوم میشه و معما معلوم میشه و ان شاء الله که شما هم مستفید شده باشین. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.